قتل نفس زکیه، کشته شدن یه انسان پاک. این رو هم در روایات وقتی نگاه میکنیم تصریح میشود که نفس زکیه سیدی است از سادات بزرگوار و فرزندان اهل بیت، انسانی است فاضل، آگاه، حکیم، بصیر، اما جوان. یه جوانی است کم سن و سال با یه دنیایی از معرفت و دانش و فضیلت که به نوعی به مکه پا می‌گذارد که مقدمات فرج حضرت ولی هست رو در مکه فراهم کند. این نفس زکیه، اما بین رکن و مقام، بین مقام ابراهیم و رکن و دیوار خانه کشته می شود، گردن زده می شود و به شهادت می رسد. از این کشته شدن تا فرج حضرت ولی هست و خروج امام فرمودن لیس بین قیام به اصطلاح ولی ما و حجت ما و بین قتل نفس زکیه نیست الا 15 لیله، 15 شب. زمانی که این بزرگ کشته بشه در اینجا و خون او بر صحن مسجد الحرام بریزد 15 شب نمیگذارد الا که وجود مقدس امام زمان ندای جهانی خودش رو ابراز خواهد کرد.